شالوم ایرانی، چطوری؟ حاضرید برای شنیدن ادامه ماجرا؟ لایک کنید و ساب کنید. So guys, let's continue without delay. کجا بودیم؟ آها، پلیس به ماشین ما گفت بزنید بغل. قبل اینکه شروع کنم به ادامه ماجرا و قسمت دوم رو تعریف کنم، دوستان عزیزم، عزیزانی که علاقه دارند، لطفاً از قسمت اول شروع کنید به دیدن. چون نکات اصلی قسمت اول گفته شده و اگر اونها رو بدونید، بهتر و راحت‌تر ادامه ماجرا رو درک خواهید کرد. متشکرم. خب ما ماشینمون رو زدیم بغل و پلیس اومد جلو و بهم گفت که من با شما تماس گرفتم اما پاسخی ندادید. شاید براتون سوال باشه که خب پلیس من رو چطوری و از کجا پیدا کرد. باید بگم که تکنولوژی در اسرائیل بسیار پیشرفته است. از روی بلیط که رزرو کردیم خب متوجه شدن دارم میرم فرودگاه. از روی آی پی موبایلم تشخیص دادن که ماشین گرفتم، تاکسی اینترنتی، و از اون اوردری که داشتم تونستم من رو پیدا کنن. البته اینم بگم که در تمام خیابان‌های اصلی تل‌آویو دوربین‌های تشخیص چهره هست. حالا پلیس چی گفت؟ پلیس گفت باید بهت اخطار بدیم که ترکیه خیلی امن نیست و بهم گفتن در ترکیه به هر کسی نگو که اسرائیلی هستی. اگه ازت پرسیدن بگو اردنی هستی. و به من یک هویت و پاسپورت اردنی دادن و یک آیدی کارت اردنی و از اونجایی که من میتونم راحت و خوب عربی صحبت کنم، پس به روحیه و هویت من تا حدودی نزدیک بود. واو، دیگه اردنی شده بودم. خیلی راحت در عرض 5 دقیقه یک اردنی شدم با یک اسم و فامیلی مستعار. حالا بیاین بهتون بگم که چی شد که ثانیه آخر به من خبر دادن هویت جدیدم و این داستان پاسپورت اردنی رو. به دلیل امنیتی بودن موضوع و سری بودن، شاید بگیم در فارسی، نمیدونم، و در واقع سکیوریتی بودن این موضوع و میزان حساسیت این موضوع، تأکید کردن هیچ کس، یعنی حتی نزدیکترین افراد من که خانواده‌ام باشند هم نباید از این پاسپورت خبری داشته باشند. البته تاکید کردم فقط تا پایان مأموریت و برگشت دوباره به اسرائیل و بعدش هیچ مشکلی نیست و میتونی اعلام کنی. پرواز ما اول قرار بود از تل‌آویو باشه به بحرین و از بحرین بریم استانبول با پاسپورت واقعی خودم. اما زمانی که بهمون خبر دادن که پاسپورت جدید داریم و هویت جدید داریم، خب شماره پاسپورت ها به هم نمیخوند، اسم ها متفاوت بود، ملیت ها متفاوت بود و خودشون پرواز دوم رو اوکی کرده بودند. پرواز جدیدمون از تل‌آویو بود به قاهره مصر، از مصر پرواز داشتیم به آنتالیا و از آنتالیا پرواز داشتیم به وان ترکیه. وان ترکیه نزدیکترین فرودگاه به محل مأموریت ما بود. مأموریت ما کجا بود؟ 3 کیلومتری مرز ایران. یعنی عملا من از بالای تپه ایران رو می‌دیدم. از پلیس تشکر کردم و به راه خودمون ادامه دادیم و رفتیم به فرودگاه بنگوریون در تل‌آویو، اسرائیل. در واقع بزرگترین فرودگاه اسرائیل هست، اسمش بنگوریونه و تقریباً به تمام مقاصد مهم دنیا پرواز مستقیم داره، مثل نیویورک، پاریس، فرانکفورت، دبی، قاهره، عمان اردن، باکوی آذربایجان، تفلیس گرجستان، مسکو، پکن، بانکوک تایلند، مادرید، مونترال کانادا و به مقاصد دیگه. با توجه به اینکه بی تجربه بودم و سناریو لحظه آخر و یهویی و بدون هماهنگی با من عوض شد، استرس من خیلی بیشتر و بیشتر شد و خب میدونستم تو اسرائیل اتفاقی نمیفته چون دولت در جریان بود و اگر اتفاقی قرار بود بیفته تو کشورهای مسلمان مثل مصر یا ترکیه قرار بود بیفته، کشورهایی که رابطه خیلی خوبی هم با اسرائیل و یهودی‌ها ندارن، مخصوصا ترکیه. ماشین ایستاد و زمانش رسید. شروع ماجرا و تجربه. نمیدونم کابوس بود یا رویا، اما هر چیزی که بود این راهو انتخاب کردم. قرار بود 1 سال از همه چی دور باشم، خونه، خانواده، دوستان، محیط شهری، فرهنگ، همه چیز، و یه لحظه دلم برای اسرائیل تنگ شد. توی اسرائیل بودم اما دلم تنگ شده بود. آره، همونجا داشتم به محیط اطراف نگاه میکردم، به خیابون، به ماشینا، به پلاک‌ها، آدما، و همونطوری که نگاه میکردم تو دلم هی میگفتم لیتروت لیتروت. لیتروت یعنی خداحافظ به زبون عبری. همینطور توی فکر و خیال بودم که یهو افسری که منتظر من بود از قبل و هماهنگ کرده بودیم من رو راهنمایی کرد و رفتیم داخل فرودگاه. تقریبا 8 ساعت دیگه پرواز داشتم، یعنی 8 ساعت باید تو فرودگاه میموندم و البته 3 تا جلسه 1 ساعته داشتم با افرادی که از قبل هماهنگ کرده بودیم و برای این بود که آمادگی من رو بسنجند و اطلاعات لازم رو بهم بدن و یه سری جزئیات های دیگه هم بود و تا لحظه آخر هر لحظه ممکن بود همه چیز کنسل بشه اگر احساس کنند که من هنوز آماده نیستم، اما کنسل نشد. توجه کنید که من فقط یک کارآموز بودم و رفته بودم تا همه چیز رو تازه یاد بگیرم، اما به صورت حضوری و عملی. اما با این حال اون همه آدم داشتن تلاش میکردن تا من رو آماده و آماده تر کنند. خب خیلی ارزشمنده برام و از همین دوربین میگم Love you Israel.
خیلی خوشحالم که شهروند اسرائیل هستم و بیشتر خوشحالم که 1 سال از عمر کوتاه خودم رو برای اسرائیل خدمت کردم و در واقع تا به امروز یکی از بزرگترین دستاوردهای من همین بوده. خب برگردیم سراغ ماجرا. جلسات تموم شد، یه استراحتی کردیم از فرودگاه. با همکارم آشنا شدم در اون جلسات. یه دختر 22 ساله اسرائیلی کانادایی، یعنی یهودی بوده که کانادا متولد شده، اما از اونجایی که یهودی بوده شهروند اسرائیل هم شد. خیلی خوشحال بودم که تنها نیستم. البته شانا بهم گفت اونم خیلی خوشحاله که تنها نیست. اون بهم گفت اما من بهش نگفتم که خوشحالم که تنها نیستم. و یه جورایی من یک مقدار گارد حمایتی تری گرفتم تا اون احساس امنیت کنه. البته اینم بگم شانا چون پاسپورت کانادایی داره چندین و چند بار به ترکیه سفر کرده بود و حتی یه مقدار ترکیه استانبولی هم بلد بود و از شهرهای مختلف ترکیه دوستانی داشت یا ارتباطاتی داشت. البته توی همون پرواز از تل‌آویو به قاهره شانا بهم چند کلمه ترکی یاد داد. کلمات خیلی ساده مثل مرحبا، ناسلسون، نردسون، ناپیلسون، ایم، سن ناسلسون، خوبم، چطوری، ممنونم، مرسی. یه کلمات خیلی بیسیک و ساده. کارت پروازمون رو گرفتیم و رفتیم توی سالن ترانزیت. تقریبا 1 ساعت مونده بود به پرواز و مشغول اون بودیم که گیتمون رو پیدا کنیم و نزدیک کانتر بیستیم تا سریعتر بریم توی هواپیما. من خیلی استرس داشتم، خیلی التهاب داشتم، هیجانم داشتم. نمیدونم خوشحال بودم یا ناراحت، هنوز درک نکردم. اما میدونم یک میکسی از حسهای مختلف در من بود و این میکس باعث میشد بیشتر احساس ضعف کنم. انگار اتفاقی قرار بود بیفته. دقیق نمیدونم چطوری توصیفش کنم. البته بگم شانا بلند خندید و بغلم کرد، بهم انگیزه داد، بهم انرژی مثبت میداد. حضور شانا خیلی مثبت بود چون میدونستم یکی هست اگر اتفاقی بیفته میتونه خبر بده و میتونه حمایت غیر مستقیمی داشت شانا. اما فراموش نکنیم که اون یه دختر بود و اون هم در درون خودش این نیاز رو حس میکرد که یکی بهش انرژی بده، اما اون خیلی قوی بود. داشتیم صحبت میکردیم، یهو شانا روسری سرش کرد و گفت اینجوری طبیعی تره تا با فرهنگ کشورهای اسلامی بریم جلو تا کمتر بهمون شک کنن، شاید بعضی جاها راحت‌تر با همون رفتار کنن. حتی یادم جمله‌ای که گفت دقیقاً همینو گفت، بهتر شبیه خودشون باشیم تا کمتر جلب توجه کنیم. من خیلی حرف نمیزدم اما شانا مدام در تلاش بود تا استرس من رو کم کنه، تا یک تجربه خوب بمونه، یک خاطره خوب بمونه برامون. واقعا ممنونم ازش. تا یهو به خدمه کابین دستور داد که برامون شراب بیارن. یهو روشو کرد طرف من، یه چشمک زد و گفت مسافرت دیگه، باید لذت ببریم. شانا خیلی خوشگل بود، موهای بلند، چشای رنگی، شاید بگیم آبی، و از همه مهمتر خیلی خیلی مهربون بود و خیلی ریلکس بود. خیلی تو چشماش بودم که یهو شرابامون اومد. خندید و گفت ترکیب شراب و حجاب مثل این میمونه که یک یهودی بیاد از فلسطینی‌ها حمایت کنه. خیلی شاد بود، خیلی مثبت بود. همینطور داشتیم صحبت می‌کردیم و سرگرم گپ و گفت بودیم که هواپیما شروع کرد به کم کردن ارتفاع و فرود آمدن در فرودگاه قاهره مصر که من یه نگاه به شانا کردم، یه نگاه به پاسپورت توی دستم، یه آب دهنم رو قورت دادم، یه نفس عمیق کشیدم تا استرسم کم بشه. شانا همچنان در تلاش بود بهم قوت قلب بده، اما خب شوخی که نبود، طبیعی بود اون استرس. اگه میفهمیدم پاسپورت من مال من نیست، سرنوشتم چی میشد؟ مهمتر از همه ما تو کشوری بودیم که یه جورایی خودشون رو دشمن ما میدونن. البته روابط دیپلماتیک بین مصر و اسرائیل وجود داره اما خیلی دوستانه نیست و بیشتر با زور و فشار آمریکاست. توی صف گیت ایکس ری بودیم تا اسکن بشیم، پاسپورتمون چک بشه و بریم توی ترانزیت فرودگاه قاهره. پرواز اولمون پرواز العال اسرائیل بود، پرواز دوممون هم ترکیش ایرلاینز بود. از استرس داشتم قرمز میشدم، اما شانا هی بهم میگفت کنترل کن خودتو. خب چجوری کنترل کنم خودمو؟ اولین تجربهمه. نوبت من شد، آفیسر گفت پاسپورت بده، پاسپورتمو دادم. تا پاسپورتمو رو دید شروع کرد عربی صحبت کردن، سوال و جواب میکرد با لهجه عربی غلیظ که خب من عرب نیستم و عرب زبون نیستم. از شانس بعد من اون خانم خودش متولد اردن بود و چندین سال از زندگیش رو در اردن بود و لهجه لوکال اردنی رو خوب بلد بود. عربی که من بلد بودم عربی اردنی نبود. اما صبر کنید، مشکل لهجه نبود. ازم پرسید اسم چیه؟ منم گفتم دیوید، اما توی پاسپورت اردنی اسم من محمد بود. یه بیسیم دستش گرفت، یه چند کلمه
عربی خیلی سریع صحبت کرد که دقیقا نفهمیدم چی گفت، اما حدس می‌زدم یه چیزی شبیه این گفت که مورد مشکوک اینجا بیایید بررسی کنید، بررسی ویژه کنید. حدسمه، دقیق نفهمیدم چی گفت. برگشتم دیدم 4 تا مأمور دارن میان سمت من. خب دوستان عزیزم، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک کنید، اگر ساب نکردید لطفا ساب کنید، لطفا زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای جدید آپلود کردم اول شما ببینید. فراموش نکنید ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران و 4:30 به وقت اورشلیم ویدیوی جدید، قسمتی جدید در یوتیوب هر روز آپلود میشه. خیلی دوست دارم نظراتتون رو بدونم. حتی بهم بگید فارسیم چطوره، لهجه‌م چطوره. سوالی، جوابی، انتقادی، پیشنهادی، نظری، هر چیزی که داشتید بنویسید، حتما میخونم و در صورت امکان حتما اجرا میکنم. مرسی که تا اینجا همراه بودید. تا پارت سوم بدرود.